سیاست‌های خارجی و با برنامه‌ریزی اونها و با نقشه اونها توانستن از ضعف‌های درونی کشور سوریه استفاده کنن و کشور رو به بی‌ثباتی بکشونن، به هرج و مرج بکشونن. من پیش بینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن، اون کسانی که اجرا کردن، باید بایسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی جديد لأزمة التسريب الصوتي الذي نسب إلى الفنان راغب علامة. هاجم عدد من الأشخاص مدرسة سان جورج في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي يمتلكها علامة، وحطموا واجهتها احتجاجا على مقطع متداول يسيء للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.